سلام، ما از ایتلا با شما هستیم. داستان واقعی امروز اسمش هست میراث لعنتی. داستان از اونجا شروع میشه که وکیل پدر بزرگ پدر خانواده احمدی به اون زنگ میزنه و میگه یه ویلای قدیمی در یه شهر دیگه به اون ارث رسیده. بعد از کلی خوشحالی و انجام کارهای اداری اون ویلا توسط آقای وکیل و آقای احمدی و به دلیل اینکه آقای احمدی مستاجر بود و از خودش خونه‌ای نداشت، کارهاشونو میکنن و به اون ویلا بعد از مدتی نقل مکان میکنن. وقتی به اون ویلا میرسن، از محیط و ساختمان بزرگ اون مکان خیلی خوششون میاد و کل خوشحالی میکنن. چند روزی مشغول تمیزکاری و جابجایی وسایل میشن که یه روز اتفاق عجیبی میفته. خانم احمدی برای گذاشتن وسایل قدیمی و اضافه به انبار ویلا رفته بود و مشغول کار کردن و تمیزکاری اونجا بود که توجهش به گوشه انباری جلب شد. یه عروسک با شکل و شمایل عجیب دید که چند تا سوزن توی بدنش فرو رفته و موهای کمی داشت. روی لباس عروسک لکه های خون بود. خیلی سریع عروسک رو به آقای احمدی نشون داد و به اون گفت حس خیلی بدی به اون عروسک داره. آقای احمدی هم قرار شد فردای اون روز عروسک رو بیرون از خونه ببره و توی خاک دفنش کنه تا خیال خانم احمدی هم راحت بشه. وقتی همون شب دختر کوچیک اونا عروسک رو توی اتاق پدر و مادرش میبینه، اون رو میبره و با اون بازی میکنه. خانم احمدی که متوجه میشه دخترش عروسک رو برده، بهش میگه که اون رو بهش پس بده و یه عروسک بهتر براش میخره. ولی دختر خانم احمدی اصلا قبول نمیکنه و اون عروسک رو به خانم احمدی پس نمیده. اجباراً خانم احمدی عروسک رو به دخترش میده و از اون میگذره. چند روز مدام دختر کوچیک خانواده احمدی با اون عروسک بازی میکرد و مدام همه جا همراهش بود، تا اینکه یک شب پسر خانواده احمدی از اتاقش که بیرون میاد، از اتاق خواهر کوچیکش صدایی میشنوه. اون در حال حرف زدن با کسی بود. یه صداهای گریه و ناله هم از خواهرش میشنید. خیلی آروم وارد اتاق خواهرش میشه و میبینه خواهرش خوابه. با ترس و لرز مادرش رو صدا میزنه و به مادرش ماجرا رو میگه. خانم احمدی اول فکر میکنه پسرش خیالاتی شده، ولی وقتی رفتار پسرش رو میبینه کمی میترسه و ماجرا رو به آقای احمدی هم میگه. آقای احمدی همون شب عروسک رو از کنار دختر در حال خوابش میبره و در همون انباری میذاره. فردای اون روز که از خواب بیدار میشن، خانم احمدی به اتاق دختر کوچیکش که میره، میبینه دخترش حال خوبی نداره و کلی عرق کرده و صورتش قرمز شده و تب خیلی شدیدی هم داره. اون رو به دکتر که میبرن، دکتر با کلی معاینه و آزمایش به اونا میگه که هیچ مشکلی نداره و هیچ علائم بیماری در اون وجود نداره. ترس و دلهره تمام وجود خانم احمدی رو میگیره. حس عجیبی نسبت به این مسئله پیدا کرده. از اون شب صداها در اون ویلا خیلی بیشتر شد و بیماری دختر اونا شدیدتر شد. آقای احمدی و خانمش تصمیم گرفتن راز اون ویلا رو کشف کنن. از همسایه ها پرسجو کردن. متوجه شدن آقای رضاپور که قدیمی ترین همسایه در اون محله است و معتمد اون محله هم هست، باید باهاش صحبت کنن. وقتی با آقای رضاپور در مورد اون ویلا و اتفاقاتش صحبت میکنن، آقای رضاپور هم حقیقت ویلا رو تا جایی که اطلاع داشته برای اونا میگه. آقای رضاپور از یه زیرزمین در پشت ویلا صحبت میکنه که در اونجا چندین سال قبل از اینکه پدر بزرگ آقای احمدی اون ویلا رو بخره، خانواده‌ای زندگی میکردن که شیطان پرست بودن. اونها هر هفته مراسم مخصوص به خودشون رو در اون زیرزمین انجام میدادن و کلی هم انسان و حیوان رو در اونجا قربانی کرده بودن. اون ویلا به این دلیل شوم و تسخیر شده بود و برای ساکنینش آرامشی نمیذاشت.
بعد از پی بردن به ماجرای ویلا، خانم و آقای احمدی خیلی سریع تصمیم به نقل مکان از اون ویلا رو گرفتن و به شهر خودشون برگشتند. بعد از مدتی دختر اونا بیماریش از بین رفت و آقای احمدی اون ویلا رو کلاً از بین برد و خراب کرد. و فقط زمین اون ویلا رو بعد از 1 سال فرو ریخت. از ایتلا با شما خداحافظی میکنیم و منتظر داستانهای واقعی بعدی ما حتما باشید.